سلام و درود به شما عزیزای من. حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر انرژی باشید، منملانی باشید، خوشگلانی باشید که 100% میرم هستید. من ریبرم، البته کوچیک شما، با یه ویدیو دیگه اومدم خدمتتون. همونجوری که میدونید بچه‌ها، شخصیت اسطوره‌ای گوست، میتیکال گوست، قرار بعد 2-3 روز دیگه وارد کال اف دیوتی موبایل بشه. من ویدیو کاملش رو با تموم ارتقا، رنگای خوشگلی مشکلیش آوردم براتون. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، فقط لطف کنید ویدیو رو لایک کنید برای حمایت از من. عشقای منید. خب بریم سراغ ویدیو. صداشو کم کنم، صدا نداره. اینم از روح ململانی. چقدر شخصیت جذاب. خیلی هزینه کردم براش، مشخصه. شخصیت جذاب، دلربا، بابا Eternal Siege. به نظر این دیگه میشه گفت که احساس میکنم که خفن ترین شخصیت کال اف دیوتی موبایل، چون چیزایی که دیگه ای که ساختن ذره عجق و عجقن. این یکی چون هم یه زمینه‌ای داره، مثلا هیچ واردن نیست، یه زمینه‌ای داره، یه شخصیتی داره، برای همون خیلی جذابیت خیلی خاصی داره. چیزایی هم که بچه‌ها با خود گردونه میاد. در مورد سی پی هم باید حرف بزنیم. کی ان اگه اشتباه نکنم کی ان افسانه‌ای یا همون لژندری. بچه‌ها کسایی که جدیدن اومدن نمیدونم، من بیشتر کلمات فارسی میگم، سعی میکنم اگه یه زبان استفاده کنم و اگه جایی متوجه نشدید توی کامنت ها بنویسید براتون. قطع شد مثلا، که اگه جایی متوجه نشدید توی کامنت ها برای من بنویسید، حتما توضیح میدم. ولی خیلی عجیبه ها، مثلا به یه ایرانی بگی مثلا فارسی دارن حرف میزنن متوجه نشی، یه ذره عجیب غریبه. اینم از سگ‌های درنده که بسیار درنده ان. این سگا، این سگا شنبول بازیکن‌ها جلوی اینا تاب و توون نمیتونن داشته باشه. البته این ساده‌ش طلاییه، چه رنگ، این رنگاش چقدر زشته. آره البته ساده‌ش قرمزش بهتره. آره قرمزش بهتر. بچه ویدیو من نیستا، این اکتیویژن به یوتیوبرهای خیلی بزرگ، معمولا کسایی که انگلیسی صحبت می‌کنن، یعنی کانالشون خارجی، بهشون مثلا 3 روز اجازه دسترسی میدن. فکر کنم 3 روز دیگه میاد، اگه اشتباه نکنم 3 روز دیگه این گوسته میاد. تو این 3 روز مثلا بهشون اجازه میدن مثلا تو یوتیوبشون یا جایی بذارن. حتما خودم درخواست میکنم در آینده بذارین کانالم به 100,000 برسه که یه ذره اعتبار داشته باشه، یه ذره رخی داشته باشه. اون موقع میتونم با تیم اکتیویژن ارتباط برقرار کنم و خودم گردونه‌هایی که اینجوری میاد میتونم قبل اینکه وارد بازی بشه براتون بذارم. مثل همین پسر بابی که یه یوتیوبر خیلی قدیمی، البته ایشون تقریبا 1 میلیون سابسکرایب داره، یه جورایی همکار با اکتیویژن و کلی بهش پول میدن بابت این ویدیو. اینم از این watch face gesture and watch face. خب اینم از رخش. بکنم تقریبا بچه‌ها تو سرور ایران اگه اشتباه نکنم 16,000 سی پی لازم داشته باشی، 16,000. ولی این داستان چی بهش میگن، این منفی شدن سی پی های ذره آدم استرس میده. خیلی باید قانونی بگیرین اگه اشتباه نکنم. من قبلا یه ماه پیش میکنم غیر سی پی زمانبر گرفته بودم، 800 تا کم کردم، ولی بعدش دیگه سی پی هایی که گرفتم کاملا قانونی بودن. الان باید 800 تا براشون بگیرم، یعنی صفرش میکنن. و همین 16 کیو میگیرم خودم توی لایو بچه‌ها. 3 روز دیگه، 3 شب دیگه که گردونه اومد، به نظرم سگا چقدر دغلن. این سگ یه ذره شخصیت داره، واحد داره، طلایی صورتش، یه ذره آدم احترام میذاره. حالا بریم به ارتقاشو ببینیم چه شکلی میشه. ارتقاش به نظر این رنگاش باز شد الان براش. این رنگا باز شد. اصلیش فکر کنم این زون بی اصلیشه، ولی توی ارتقاش قشنگتر میشه وقتی ارتقاش میدی. بچه‌ها 3 شب دیگه توی لایو 16 KCP میگیرم قانونی، فکر کنم تقریبا $100 100 یورو بشه. 100 یورو هم به پول ایران نمیدونم چقدر میشه الان. اون موقع میگیرم و میذارمش و حتما توی لایو باشین اگه دوست داشتین ببینین شانس من چجوریه. امیدوارم که بتونم با همون اولیا بگیرمش. بابا چه بشه با همون اولیا بگیرتش. این شانس ها نداریم خدا، که دوران بچگی خیلی سالم زندگی کردیم، متاسفانه این شانس ها نداریم. اینم سگای دغل‌باز، بسیار دغل‌بازن این سگا. این رخ اسطوره‌ایشه بچه‌ها. اون رخ سادهش بود، این رخ اسطوره میشه میتیک. هم میگم میتیک، رخ اسطوره‌ایش میتیکال.
mythical creature، کلاس زبان انگاری. ولی من کلا راحت نیستم انگلیسی تو زبان، یه حالت چوسی ماننده تو دید من. کسایی که اونجوری حرف میزنن چوسی میان فقط. منم از آدمایی که چوسی میان خوشم نمیاد واقعیتش، ساده بهتون بگم. بنازم. این سفیده هم بعد این سفیده فکر کنم از دو اول این سبزه هم بدک نبود حاجی. بنازم نگه هم عوض میشه حاجی. یه چشاش آبی شد. این فکر کنم خفن ترین گردونه که تا الان دیدم توی کالا. یه طراح اصلا فکر کن چقدر کد نویسی میخواد حاجی، یه دنیا کد نویسی میخواد. ارزشش هم داره. خدا وکیل نگاه نکنید 100 یورو میگی مثلا 5-6 میلیون میشه تو ایران حاجی. 100 یورو پول زیادی نیست خدا وکیل واقعا. البته میدونی چی، اگه همشون بیاد 100 مثلا بعضی گردونا خدا وکیل 50 یورو 5 یورو هم نمیارزه، $5، ولی این میارزه. مثلا این 3 تا گردونه متیک از مایتیک اسطوره‌ای، ببخشید یه لحظه احساس کردم دارم با یکی انگلیسی صحبت میکنم. 3 تا شخصیت اسطوره‌ای هست اینجا فکر کنم توی کالا. اسپکتر و این خوشگله و این یکی 3 تا یا 4 تا نمیدونم چقدر، 4 تا فکر کنم 3 تا. این 3 تا ارزش $100 دارن حاجی هزینه کنی، ولی بقیه‌شون خدا وکیل نمیشه دیگه. مثلا یکی 47 یخی هم خدا وکیل ارزششو داره، ارزش هزینه کردن داره دادش. نه دیگه رو صفحه من پیام داره میاد. اینا رو با هم میکس میکنی رنگای خوشگل‌تری در میاد ازش. جالبه. اینم بدک نیست. پس صدای بازی یه جور باید اضافه کنم بچه‌ها. اگه تا الان اومدین تا اینجای ویدیو رو دیدین 6 دقیقه بچه‌ها، یه لایک بزنید به ویدیو. بهترین راه حمایت از یوتیوبرایی که دوست دارین یا یوتیوبرایی که دنبالشون میکنین همین حمایت لایک. اگه هم کامنت بذاری که دیگه خیلی عالی میشه. حالا من نمیگم زیاد وقتتون رو بگیرم کامنت بذارید و لایک کنید، یه لایک بزن کافیه. ما بیشتر فعالیت میکنیم، بیشتر ویدیو میسازیم، بیشتر هستیم خدمتتون و امیدواریم با این محتوایی که میسازیم بچه‌ها توی لایو، حالا توی ویدیوهایی که میسازیم، امیدوارم یه ذره انرژی بگیره. بریم توی بازی. رخ کارش یدونش آها این همون سرباز است دیگه، صورتش داغون شده بود. این ماسکو میذاره گست ململانی. چه جوری است؟ البته گیم پلی برای من نیست، بازم میگم بچه‌ها برای بابیه. بابی هم آمریکاییه فکر کنم اگه اشتباه نکنم. چیکار داری میکنی نوب سگ؟ چرا دیوارو میزنی؟ یه ذره چرا یه ذره دیدی یه جوریه؟ چه این که اینی که ورد هدشات شد بابی با تفنگ من. اینم قسمت یو ابلفز سگا چرا کجا دارن میرن این سگا؟ اینم هواپیماشه، سرویس هوایی. پیدنش هم ببینیم بچه‌ها که ویدیو رو مشکلیش کنیم. نگاه اینجوریه، یه ذره میچرخه سیبیل من میچرخه، بچرخه الان باید بچرخه. نگاه ویو پشتک دیوارو میزنه. بچه‌هایی که ژیمناستیک کار کردن میدونن. در کل نظر خیلی صاف و ساده و خلاصه بگم به نظرم ارزش خرید داره و شخصا حال میکنم باش. تموم شد. اینجا این تیکه چی بود؟ ببخش کاملشو ببینیم تو آخر 5-6 ثانیه دیگه. تمام یه ذره دیدو میگیره ولی اوکی. خود از ویدیو امروز بچه‌ها امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته بوده باشین. برای حمایت از من فقط کافی ویدیو رو لایک کنید. دوستتون دارم. امشبم توی لایو میبینمتون. با اجازه.